اگه هنوزم از قلم و کاغذ برای یادداشت‌های روزانه‌ات استفاده می‌کنی، باید بهت بگم که این کار دیگه قدیمی شده. باش خداحافظی کن. تبلت جادویی‌های مخصوص نقاشی به نوعی بازی آموزشی کشیدن نقاشی هستند که فعالیت‌های ذهنی کودک و مهارت‌های حرکتی اون رو بهبود می‌بخشه و ارتباط اون رو تقویت می‌کنه. به جز کودکان، بزرگسال‌ها هم میتونن یادداشت‌های روزانه خودشون رو روی اون بنویسن و به عنوان چک نویس و دفتر حل تمرین استفاده کنن. پس دیگه نیازی به دفتر و قلم نداریم. این کار باتری خوره و پس زمینه‌ای که داره بانه از این میشه که کودکتون چشماش آسیب ببینه. به محافظت از محیط زیست هم کمک میکنه. اگه دنبال یک کودک خلاق هستی که از ذهن تفکر قدرتمندتری بهره مند باشه و بینایی کودکتون تقویت بشه، بهتره که یکیشو تهیه کنید.